پرینت گرفتم که تا این 18 روزی که باقی مونده تا کریسمس اینا رو تمرین کنم. اینو میخوام بذارم برای ویدیو آخر که هم آموزشش رو بگیرم، همین که به نظرم خیلی طرح خفنیه، شاید رو خودم هم اجراش کردم. نتیجه 3 روز گذشته است که به نظرم بد نیست. خب من از اونجایی که نه بلاگرم نه یوتیوبرم نه هیچ چیز دیگه ای و هیچ اینستای شخصی خودم من پست هم نمیذارم، یعنی در این حد من با سوشال مدیا دورم. خواستم این ریسکو بکنم و شروع کنم و به نظرم شروع کردن خیلی چیز مهمیه. دقیقاً 1 ساله که میخوام شروع کنم ولی 1 هفته است که شروع کردم. حتما ادامه میدم. یه هدف مشخصی تو ذهنم به وجود اومده که منو وادار میکنه که هیچ دقیقه ای از روزت رو هدر نده. شاید خیلی عجیب باشه برای دور و اطرافم و به نظرم خیلی خوبه که تغییر کنم و روتین و دیسیپلین خاصی در زندگی پیدا کنم و بیارم. اونایی که نمیدونم من ترکیه زندگی میکنم، 1 سال اینجا کار تاتو انجام دادم، 1 سالم ایران کار تاتو انجام دادم. الان دیگه سالن خودم رو دارم، که سالن که نیست ولی خب یه تختی هست اینجا برای مشتریای همیشگی و ثابتم. تو ویدیوهای بعدم میخوام راجع به این صحبت کنم که چرا از کاری که 1 سال توش کار میکردم در اومدم و این خیلی شاید براتون جالب باشه چون خیلی داستان سرش هست. این تقریبا 1 ماهه که اینجاست و هر وقت مشتری میاد من یه لایه دورش میپیچم و هنوز ادامه میدم با این، ولی دیگه بسته، باید دیگه عوض بشه. من ساعت 1:30 باید برم دانشگاه و الان ساعت 11:50. به بانکم پول بزنم و پول استانبول کارت رو پرداخت کنم. همین که کارتم رو دادم به ATM کارتم رو خورد و وقتی رفتم بانک گفتن که حسابت باطل شده. من نگفته بودم باطل کنم، گفتن که 1 هفته دیگه کارتت میرسه. من برگشتم خونه، شروع کردم به ویدیو گرفتن. بعد که پست کردم و تو یوتیوب آپلودش کردم، یوتیوب گفت که ویدیوت کپی رایت داره و نمیتونی بذاریش مگه اینکه صداشو پاک کنی. و من تصمیم گرفتم صداشو پاک کنم. شام میخواستم آلویه درست کنم، رفتم بیرون و از پله افتادم. سری بلند شدم و رفتم بیرون دوباره. توی راه سوپرمارکت عضله پشت پام گرفت، خواستم وسط خیابون بشینم و جیغ بزنم. نمیتونستم این کار بکنم چون نمیخواستم کسی متوجه این موضوع. خدا رو شکر که نشد. استادم بهم زنگ زد با شماره خودش، یعنی یه کار خیلی مهمی داره که شماره خودشو استفاده کرده. من که جواب دادم گفت که چرا از دانشگاه شکایت کردی؟ به خاطر اینکه نمرتو ندادیم. من گفتم که خب من اومدم به شما گفتم که شما نمره منو نذاشتین، شما گفتین که باید پیگیری میکردی. من گفتم ایران بودم اون مدتی که نمره هامونو گذاشتین شما و من نتونستم پیگیری کنم. الان وقتی من امتحان دادم چرا باید شما نمره من رو ندین و توی سایت بنویسین که وارد امتحان نشده؟ بعد گفت که نه من اولش به تو گفتم که نمیتونم برات کاری کنم ولی بعدش قرار بود درست کنم. گفتم من خب استرس گرفتم و من همون لحظه ایمیل زدم به دانشگاه. گفتم که من تا درس که وارد امتحان شدم به هم نمرهشو ندادن و میگن که ما مسئولیتشو نمیپذیریم و به ما ربطی نداره. خواستم به خاطر بی‌مسئولیتی استادای دانشگاه نمرم حذف شده باشه و من رد بشم، چون اگه نمرمو نمیداد من رد میشدم برای یه ترم. نمرمو داد، نمره بالایی هم داد. گفت که اومدی یه کشور دیگه و بلد نیستی اینجا چیکار کنی و
به جای اینکه به من بگی رفتی به مدیر گفتی و مدیر زنگ زده به من گفته، خب چرا از اول به من نمیگفتم عزیز من به تو گفتم، تو گفتی به من ربطی نداره، گفتی یا پاجاک میشه یوک، یعنی که کاری نیست که بشه انجامش داد. دیروز یکم روز پر دردسری بود. اینجا استانبوله و اگه حق تو نگیری حق تو راحت میخوره. پشیمون نیستم که اون کارو کردم و استادم حق نداشت که به من زنگ بزنه و بگه که چرا شکایت کردی در حق من به دانشگاه، چون که اون واقعا ناحقی کرده بود در حق من و نمره من رو نداد. شاید بگید سنا چرا از این دستگاه استفاده میکنی؟ چون که اشتباه خریدمش، چون اشتباهی بود، یعنی من نمیخواستم از این دستکشای غذاخوری استفاده کنم، ولی برای مشتری از این دستکشای لاتکس دارم که از این استفاده میکنم، برای تمرین و اینا از این استفاده میکنم، چون بالاخره زیاد مهم نیست برای تمرین دست کردن، فقط برای اینکه دستت کثیف نشه میپوشی. خب اینو من انجام میدم، میرم دانشگاه برمیگردم و میریم برای انجام تتو. همیشه اول احمق به نظر میای، ولی خب بعد از اینکه به موفقیت رسیدی دیگه هیچ کس یادش نمیاد که تو روزای اول شبیه احمقا بودی و هیچ کس از روز اول نابغه نیست. اینو مطمئن باش. همش باید تمرین کنی، سختی بکشی، پر انرژی باشی، ادامه بدی و مهمترین چیز راجع به اینکه به موفقیت برسی اینه که فقط ادامه بدی. من مطمئنم که اگه ادامه بدم چیز خوبی از آب در میاد. میریم دانشگاه برمیگردیم و اینو انجام میدیم. سلام بچه‌ها، من برگشتم.